سلام بچه‌ها، چه خبر؟ امیر وایتی هستم. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز قراره 4 تا روش شاتگان شلاقی رو به شما یاد بدیم. بچه‌ها یه چیزم بهتون بگم، شلاقی فقط با یه گان نیست، بلکه با همه گانا میشه شلاقی زد. حتی با پیستول و لانچر و SMR و همه اینا میشه شلاقی زد. روش اول از این قراره: یه جامپ و یه اسلاید، برعکس گفتم ببخشید، یه اسلاید جامپ ریز میزنید نایف و سری سویچ بگان. اگه صدا نایفتون دقت کردین صدا نایف من در اومد یعنی نمیشه. اگه صدا نایف در اومد هیچ وجه نمیشه. اما اگه صدا نایف در نیاد به صورت کاملا زیبا و جنگی شلاقی زیبا میزنید. پس چی شد؟ روش شلاقی: یه اسلاید و جامپ سریع و ریز و همون لحظه نایف و سویچ روی گان. نگاه کنید الان صدا نایف من دقت کرده باشین در اومد اینجا. صدا نایف در نیامد، شلاقی کار کرد. خب یه روش دیگه شلاقی زد، همینجوری شلاقی زد. من یه بار تونستم برای شما شلاقی بزنم. یه جامپ، یه نایف، سری سویچ روی گان. در حال حرکت هم میشه، در حال دویدن. اما من وایستاده واسهتون زدم که شما بهتر بتونین ببینید. هنگام دویدن میتونید یه جامپ و سری نایف و سویچ روی گان رو بزنید، شلاقی بزنید. اما به نظر خودم این روش بهتره: یه اسلاید، یه جامپ، نایف و سری سویچ روی گان. اینجور روش من کار کردم بیشتر شد. یه روش دیگه داریم همینجوری الکی، یه اسلاید میریم توی ارتفاع قرار میگیم، یه اسلاید میریم، یه نایف و سویچ روی گان. چند باری امتحان کردم نشد، اما خیلی ساده است. بعد ارتفاعی که هستین اندازه باشه. خب بچه اینجا گفتم بهتون یه اسلاید، یه نایف، سری سویچ روی گان. اسلاید، نایف، سری سویچ روی گان. یه روش دیگه هم وجود داره، میریم روی ارتفاع. خب میریم روی یه دونه ارتفاع، مثلا اینجا. وقتی که بخوایم اون روش شلاقی رو استفاده کنیم اول توضیحش میدم. اون روش باید توی ارتفاع قرار بگیریم. هنگام افتادن نگاه کنید یه نایف و سری سویچ روی گان. هیچ اسلایدی هم لازم نیست. یه نایف، سویچ روی گان، نایف، سویچ روی گان. این روش شلاقی کاملا معتبر است و برای شما به صورت خیلی ساده انجام میشه. حالا من میخوام با اسنایپ همون روش رو شلاقی بزنم. دقت کردید هیچ دکمه‌ای به جز نایف و سویچ روی گان رو نزدم. خب بچه ها بریم یه شلاقی هم به خودم بزنیم تا لحظات آینده. خب اینا هم روش های شلاقی. امیدوارم به خوبی یاد گرفته باشیم بچه ها و بتونیم به درستی کامل استفاده کنیم. خب ممنونم که تا اینجا ویدیو رو با ما بودین و ممنون میشم که لایک و سابسکرایب کنید. بچه اینجا میخوام برم یه شلاقی بزنم به خودم، اون موبایلی که وایساده، که ببینید کاملا معتبر هستش. به نظرم همین روش اول که گفتم از همهشون بهتر بود و بهتر میشه زد. حتما هم با روش اول یه شلاقی به موبایل دیگه زدم. اینجا فکر کردم جامپ بزنم میشه، اما حواسم نبود که نایف هم صداش در اومد. بچه ببخشید که چند باری زدم امتحان کردم نشد، ولی این ساده ترین روشه. شلاقه با نایف های سبکی مثل چوب، نیزه و بوکس و اینجور چیزا بهتر واسهتون کار میکنه، ولی فرقی نداره. اونا سریعتر صداشون در میاد، ولی به نظر خودم کاتانا از همشون بهتره. میتونی معتبرترم شلاقه بزنی. خب اینجا اومدم یه شلاقی زیبا بزنم به خودم. خب اینجوری ای بابا گانو گذاشتم رو کمر. جامپ دیگه ای بابا، چون که صدا نایف در میاد واسه همین نمیخوام. این تیر بهش نخور با امو کریم یا همون که یارم خودمون. بچه ها اگه ویدیو اتچمنت یه گانا میخواد
چیز دیوای که یارم همه اتچمنت رو به شما میدم. مرسی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ممنون میشم از لایک و سابسکرایب و کامنت.